آمدیم در جایی که نان به قیمت جان به دست می آید. هر تکه از سنگ با زحمات زیادی به دست می آید. سلام استاد جان، وقت بخیر. سلام علیکم. خوبین؟ صحت خوب ان شاء الله؟ شما جا بخیر. قربان شما. اسم شریف؟ عبدالقدیر هستم، مراد عبدالقادر از گازرگاه شریف. خیلی خوب. ما همیشه با دنبال سوژه های بسیار خوبی میگردیم و امروز با همکارات تصمیم گرفتیم که بیایم در این کوه که در نزدیکی خواجه صیبه. خوش آمدید. در کل میشه از سختی های از این کار صحبتی داشته باشیم؟ سختی که هر کار سختی خوردار دیگه، باز هرچی نکنیم این سنگ دیگه، کار سنگ باز از همه چیز سخت‌تره. بله. با بزرگترین چالش هایی که در این کار شما برابر میشین، مشکلاتی که دارین در کل، از مسیر راه گرفته تا سنگ میگیرین از دامن کوه و بار میزنین و پس به سمت شهر میبرین، بزرگترین مشکل شما چیه در کل؟ از اول تا آخر این کار مشکلات داره. باز بزرگترین از این مشکل اینه که ما این سنگ بار میکنیم، این موتورا قدیمی زیلا روسیه، برای که از اینا کار نمیکنه. اینجا هم شیوگی سنگ هم اگه کمتر بار کنیم با ما فواره نمیکنه. اگه به یک بابای بگه مثلا این موتر سنگ موتر 4000 میگه، ولی تو گرون میاری اینجا. یک موتر سنگ میاری از کجا میکشی میاری، بالاخره خود نمیفهمه که اینجا چی مشکلات و چی زحمته. چرا این موتر انتخاب کردین؟ به خاطر از اینکه این موتر دیگه غیر از این موتر دیگه موتورا به اینجا نمیایه، بالا نمیشه. یعنی چی ویژگی داره؟ گیر کمکی داره؟ چی رقم؟ سنگین‌تر، اینا کرومیلا از اینا سنگین‌تره، آهن از اینا مقاومت بالاتره. انا به واسه اینا که اینا به می کو ساخته شده. در طول همین مدتی که شما در اینجا کار میکنین، اما بزرگترین اتفاقی غیر منتظره، یعنی اتفاقی که خوشایند نبوده افتاده، مثلا از خراب شدن موتر گرفته، از حادثه، از هر چیزی که اتفاق افتاده، یا خاطره ای دارین یا تلخی یا شیرین؟ خاطره تلخی ازی دارم که اونجا بدم از اومدن کار میکردیم. ما اونجا بودم موتورسیکل داشتم، اونجا میامدم بود تپیکو. بله اونم رد که اونجا معلوم میشه. بچه که کام اونجا موتر میت بیاوردم، اونجا کمر کوتال بستاد. پیش لیوارس اومدم میت چپر شد، غلزده بیام واسه 4 قلب زب افتاد و تموم شله. موتر. بله خودی امتمن اوگر شده. بله خودی ازم شیشه پیش رو میت بدر شده و افتاده دوام کمرم جرم اینجا. باز ما دویده کرده بیام موتور آوردشم پشت موتور ببردم ور به شفاخانه. بله بیننده‌های عزیز، در این دامن کوه و چنین کارهای سختی خطرات بسیار زیادی را در قبال داره، چنانچه که برادر ما خاطراتی از گذشته را یادآوری کردن و شاید صدها از این مشکلات ایجاد شده باشه. بله. کدام وقت شده موتر شما پر از سنگ باشه، در این وسط راه اینجا موتر یک دفعه خاموش شده، دیگه هر کار کرده باشیم روشن نشده باشه؟ بله. و بار پس تخلیه کرده باشه؟ بله. هانه میگه او روز زمین بیا اومد موتر طرف اونجا دیگه هر کار کردیم بالا نشد. دیگه زیاد ترسینه کاشم بود بالا نشد، اینجا بار تاکده. عالی ترین روزی که خیلی خوشحال بودین، هم از لحاظ درآمد، هم از لحاظ ازی که هیچ اتفاق بعدی نفتاد و کاملا خود راحت احساس کردین، اون روزی هم بوده؟ همین امروزه. بله. به خاطر یک مار دیدیم، به خاطر که شما هم بدیدین اینجا بیام از اون صبح خدایی هم بچه‌ها هم این پیتری رو دیدم اینجا، خیلی گفتم وقتم خیلی خوشه امروز. متوجه هستیم وقتی عرقای شما به روی دست میال چکی چی یک حسی دارم؟ دوست دارم شما رو بغل کنم. میان بغل ما؟ بله. خوش آرام باشین، همیشه قوت داشته باشین، با انرژی باشین، خدا قوت بده.
بیننده‌های عزیز، طبقی که در تصویر میبینین واقعا بسیار یک موقعیت حساس و دریوری و موتر بردن در یک دامن کوه بی نهایت مشکله. حتما یک بار سنگینی طبقی که در تصویر میبینین سنگه و دامن کوه هم به یک حالت شیبی قرار داره و دریوری در یک موقعیت واقعا خطرناکه. طبقی که شما در تصویر دیدین موتر به یک زاویه استارت میشه و یا ریورس میره حرکت میکنه که انقریب میگی چپه شد، انقریب میگی حالا یک حادثه ناخوشایند شاید پیش بیاد، ولی اونقدر اینا به کار خود ماهر هستن که خدا به همراهت استاد. بیننده‌های عزیز، میریم سمت یکی دیگر از دریورها، یکی دیگر از موترها و همچنان کسانی که اینجا مصروفی کارن. بریم سوال از اینا رو پرسان کنیم و سوالات رو مطرح کنیم، ببینیم که اینا در این دامن کو چی کار میکنن. سلام استاد، خوبین؟ چه احوال داری؟ بخیرین؟ صحت شما خوبه ان شاء الله؟ واسه ان شاء الله بخیرین، سلامت جان شما جوره. قربان شما، خیلی خوش آمدین. قربان شما، سلامت باشین. تشکر، بخیر باشین. سلام خدمت شما و تمام بیننده‌های عزیزی که ما را از پرده تلویزیون تماشا میکنن. ان شاء الله که وقت خوب و خوش داشته باشین. خیلی خوش آمدین. قربان شما، سلامت باشین. بخیر. دوستای عزیز، ما بسیار زیاد خوشم میاد از تو آدم‌هایی که میگن به سمتشون میره میفهمن که گپ چیه، سلام عرض ادب خود در کل میکنن. ما امروز آمدیم که از می دامن کو که سنگ میکنن و کارگرامون مصروفی کارن و موترهای عجیب و غریبی دارین، گفتیم باش بگیریم از یک برنامه ثبت کنیم تا بیننده ها ببینن و آگاهی حاصل کنن. در کل تپه کو که هسته این برنامه چی یاد میشه؟ کو خدمت شما عرض کنم که این منطقه گازرگاه شریفه و این کو یک مشهور به دره چلخانه ی مسیر و این منطقه و شاید بیشتری عزیزان و از این موضوع در جریان باشم، چون در این منطقه در این ناحیه تمام مردم همین منطقه مصروف همین کار سنگ و اینا هستند. بله، همین کارگرا که اینجا کار میکنن کلا کار کسبی همین مردم تقریبا 70% و همین مصروف همین سنگکنی اینا هستند. در دیار سنگ همین مردم. بله همین مردم این منطقه تقریبا 70% سنگ میکنن. کار کسب همین سنگکنی داره. خیلی خوب. این موتر چند وقت میشه همراه شما است؟ این موتر اگر برای شما یادآور شم تقریبا یک 20 سال میشه. خیلی رفیق بسیار خوبه. بله بسیار یک رفیق خوبه. بله. چه خصوصیات داره؟ چرا بیشتر دریورها از این موتر استفاده میکنن؟ یعنی چه خصوصیت داره؟ این خصوصیت از این موتورها از اینه که اینا بسیار مقاومت بالایی داره. بله اینا بسیار قویه، چون دیگه موتورها که هست اینا بعضی دشت و کوه که بالا سنگا اینا ما اینا رو میاریم دیگه مقاومت نداره. اینا بسیار مقاومت بالاتر داره، به اون خاطر از اینا بیشتر استفاده میکنه. یعنی شاید قدامت تاریخی داشته باشه. بله بسیار، چون شاید عزیزا از اینا معلومات بیشتر هم داشته باشن. این از وقتمون روسای از وقت روسه. بله از وقت روس این موتورها تا حالا مونده و از دست ما اینا که هسته به حساب سنگ و ریگ اینا استفاده میکنه. خیلی خوب. در کل قیمت ازی چندی است؟ قیمت ازی موتر تقریبا قیمت ازی موتر بین 3 تا 4 لاک افغانیه. 4 لاک افغانی؟ بله. دیزل میخوره یا پترول؟ اینا اصلی خود پتروله، اما تا باز ما ماشین از تبدیل کردیم به خاطر مصرف زیاد. اینا فعلا ماشین از اینا دیزله. خیلی خوب. یعنی به هر نوع راه دیگه میره ان شاء الله. کدام جای باشه که حداقل چون ما میتونیم عامیانه تر بگیم حساب دریوری خود جای باشه که سلیب نکنه، زمین تو شل نباشه، ان شاء الله به هر محیط منطقه که بگیم اینا مشکل نداره میره. وقتی آدم میبینی متوجه میشه کار بسیار سخت و سنگینیه، کار دشواریه. این کار دشواری از این کار فایده هم داره از لحاظ اقتصادی؟ نه واقعا از لحاظ اقتصادی برای شما بگیم که خیلی یک پول خیلی کمی داره، واقعا زحمت زیادی داره، بسیاری دست خور پا خور،
خیلی نفر کارخانه تقریبا به خونه 40-45 اینا که باشه حتما یا دکس کمر میشه یا از پا راگشته نمیتونه. حتی بسیاری میشناسم دستای نه پشت سر نه وقتی که به نماز ساده میشم اقامه میگم والله ما این دستای تو به گوشای حتی نمیرسه چون نمیتونه زیاد دستا خور بالا کنه و همین مشکلاتای به بار میاد. بسیاری پا خور از دست دادن، بسیاری جون خور از دست دادن به خاطر در همین جبل یا در همین سنگ. همین قسمت از بالاتر هستم اینجا خداوند بیامرزه غریق رحمت خدا کنه شهید شدم به خاطر این سنگ اینجا سنگ میکندم. این موضوعات باشه بسیار نفر از بالا موتر وقت سنگ میچینده چون ما داخل شهر سنگ نفتکه اینو بالا میشینه تیار میکنه کارگر اینا که تیار میکنه خودم سنگ افتاده پی سنگم بالا پای را تا قلم کرده. استاد جان اگر ما بیایم با می جسامتی که فعلا دارم به عنوان کارگر میگیرین واقعا بگم برای ما خب فرق نمیکنه خب چون یک چیز که کار کمی ثقیله فکر نکنم شما یک کار پیش برده بتونین مثلا روز 2.5 ساعت کار شما بزرگوارین لطف میکنیم ما در خدمت شما باعث افتخار بنیم اینجا شما بیام اومدیم از ما خبر گرفتین زنده باشیم خدا شما خیر بده خاک پای تمام مردم افغانستان عزیز دلم شما خیر ببینیم. یعنی در کل کارگرای هم که شما اینجا میگیرین از لحاظ جسامت و قوی هیکلی و قوت و انرژی اینا مهمه دیگه درست؟ نه چون بیشتر از در فهم از این کار هسته فهم داره یعنی حرفه دیگه. بله یک حرفه چون همین ما پوگ میگیم اون پوگ که هسته جبل که اینجا دارم استفاده میکنم و قلم انبار که اینجا استفاده میشه به این سنگا یک مهارت داره که سنگ از کدوم قسمت خو میشکنه از کدوم قسمت نمیشکنه از کدوم قسمت یک موضوع اگه شما ما پرخه میگیم اگه پوگ میزنم از سنگ تو خورد که میشه میفهمم که می خورتکا می رضا سنگ به کجا میره به جون خودترین سنگ شما رو امروز توسط پوگ نشکستن ما چی میگین بکنین درست بسیار کاری نیکه. بیننده عزیز همراه ما باشین ما همراه عزیزان حتما صحبتی می داشته باشیم و با استاد نشان میدم که من میتونم بالاخره سنگ بشکنم. بسیار کار نیکه ببینید خیلی خوب لالای قدر میتون مصروف است قدر مصروف است که بفرمایید. شما یادآورم که این پوکایی که ما داریم تقریبا او 12 کیلو پوکه این 10 کیلو پوکه 1 کیلویی ندارین پوک. اگر شما بخیر باز اگر بعضی برادرها بیایم مجبورم این کارو باز انجام بده کوشش میکنم باز بیاره. چطور رفیق؟ خوبین بدی دست خور بخیریم سعادتمند غرری سلام یعنی بگم لب جاب شکر الحمدلله خیریت الحمدلله و دعای شما چطوره؟ شکر خیر چطوره؟ الحمدلله میگذره. خب شما نفسک میکشی سخته کار چیکار کنیم مجبوریه دیگه بله او بیا پیشتر بیننده عزیز ببینید که بسیار مجهز هم تو کرمچا هم تو تیت منظم جورابکای بسیار عجیب و غریبی که با آدم وقتی اینجا میای کار کنی باید تجهیزات بگیری ولی دستکش نداری چرا؟ دستکش هست اینجا خودشته پوک بزنی دستکش نمیشه راحتم چون پوک زدن با دستکش نمیشه. ما میفهمیم اون پوکی که ما دیدم این سنگی که ما دیدم این دامن کوره که ما دیدم این موتر کلانه که ما دیدم متوجه هستم که اگر هر قدر خود ریلکس هم بگیری متوجه هستم که کار سخته کاملا ریلکس باش. ما از دورترین منطقه آمدیم به پیش شما که متوجه شویم که شما رو ما دوست داریم خیلی زیاد. اسمت چی عزیزی من؟ علی رضا. از کجا هستی؟ از گازرگاه شریف. از همین جایی؟ بله. چطور شد که این کار انتخاب کردی؟ به خدا درس و تعلیم کاری هر کی برای بازم همین کارگری انتخاب شد. مثلا کارگری میشد بری گچکار شوی، میشد بری برنا شوی، میشد مثلا بری برقش شوی. یعنی این سنگ چرا انتخاب کردی؟ پوکه به خاطر چی انتخاب کردی؟ خب برای اینا چون نرفتیم برای کار ساده همین کار کسب پدری منو خب بابام و پیرم و کاکام و مامام بیامده ما به میرشته افتاد. ادامه دادین؟ چند وقت میشه این کارو میکنی؟ 4-5 سال میشه. چند ساله مگه؟ 20 ساله. 20 یعنی 16 سالگی شروع کردی؟ بله. خیلی عالی. یعنی 16 ساله بود اینجا پوک میزدی؟ بله. ما دیگه خود تو خورونه گیرم مال من خیال یک سنگ نکنیم تو سبزه پوک من بزنی چی گفتی؟ خب نکنه. خب هر روز میایی؟ بله. خب چاشت هم اینجا نون میخوری؟ بعضی روزا اینجا نون میخوریم بعضی روزا میریم به خونه وقت‌تر. اینجا که نون میخوریم خود شما تیار میکنه نون؟ بله بهم خونه تیار کرده میاری؟ هست که بله. نون تیار کرده میاری؟ بله. خیلی خوب. چه کیفیتی داره و دامن ازیکو چقدر آرامش قرار بشین نون بخورید. خیلی خوب. روز چند موتر بار میزنین؟ 3 موتر 4 موتر بار میزنین؟ بله. خیلی خوب. دوست داری در آینده بخیر که خانه به خود جور کنی؟ زیربنای از خانه توسط این سنگا جور کنی؟ بله. داری به پلان چیز میزی؟ 100%.
هزاران نفر هم اکنون تو رو میبینه. چی میگی برشو؟ جوانا مثل خود تو جوانا دیگه اونه که برای درس و تعلیم دیگه ادامه دیم دیگه کارگری کسب خوبی نیه یعنی سنکنیه دیگه معلومه داشتو که یعنی میرقم دیگه یک رشته آسوده تر بخوا پیدا کنه اونه که توان داریم برای درس میده برای تعلیم کارگری آینده خوبی نیه دیگه. بله ما از خداوند میخوایم که فقط به تو قوت بده و بالاخره ادامه بدی کار خور. اگر شما نباشین همه برن تحصیل کنن همه برن دکتر شون همه برن انجینر شون کی با ما سنگ بده درست پس جامعه ما و شما به شما هم ضرورت داره. امروز اگه مثل تو بری جوانی در دامن ازی کنه باشه سنگ چی کسی بیاره بشر خب پس شدیداً نمیتونی که تو به دکتر نیاز داری ما به تو نیاز داریم. بیا بغل من رفیق خوش باشی آرام باشی. ببینید دوی عزیز ادامه برنامه ببینیم کجای کارگرای دیگه شما استاد اونا برتن بالا بچستن کارشون بالا کردن بالاتر بچستن کامرا میترسن چی رقم والله نمیفهمم دیگه شاید کمک استرسش باشد هم کامرا به مو خاطر رفتن. خیلی خوب میشه در ارتباط به موتر خود چون یک بودی کاملا خاصی داره یک حالتی کاسه مانندی داره و مخصوص فکر میکنی برای همین کار ساخته شده درسته؟ واقعا همین رقم بوده بله چون یا اولا خب اینجا آمده و حساب مهمات اینا فکر کنم در وقت استفاده میکردم از این موضوعات بوده یا من پشت بسته میشد و مکمل میدونم که بعدی اضافه سیوا میشه کدام چیزی که داخل زمین داشتم خیلی راحت بده داخل زی حالا کم با استفاده برای سنگ نمیشه خیلی یک وسیله خوبه جوره با این کار سنگ و رگینو بسیار چیز خوبه همه چیز مترا همین رنگشو به می سیستم نه رنگای فرق میکنه متفاوته بله یعنی اگر بخوای یک امیت ماشین نوتری خوب صحیح همون نو هم گفته شما با موسی چالکه یا نه اصلا اینا نو نیه پیدا نمیشه عتیقه شده پس نه عتیقه چون از اول که چند موتر بیامده بوده از اون درمی مسیرا بوده همونایه دیگه نو تا هیچ اصلا نمود. اگه کسی بیا بگه شما چالک افغانی میدم موتر خوب بده میدین بله چرا ندین میدین خب برام سونم دیگه باز فرق میکنه جرامت داره الحمدلله است که سه چهار موتر داریم از اینا باز یک دیگه خیلی خوب نزدیک چاش شده قراره که موتر حرکت کنه یا نه اینجا میستیم نه ان شاء الله بخیر خوش حرکت میکنه که بریم طرف شهر باز بچه‌ها اینجا هستم رفیقا باز لقمه بریم از شهر بیاریم اینجا چاش ترم اگه شما بسیاریم باعث افتخار مونه قربان شما همون قربان چاش ترم خود شما بخورید خدا شما کم نکنه. همون سنگی که میگفتین شما نمیتونین بشکنین کجاست؟ نه الحمدلله شما میتونین نه بعد بشکنین شما دیگه هر کنیم سنگارو که شما مشکنه من سکون یک سنگ زاک میتونم یک سنگ میتونین چرا که نتونین بله انا می سنگار بشکنم باش بینندای عزیز من قراره که یک سنگ بشکنونم و این میکروفون میدم به دست عزیزی دل خو و یک موضوع دیگه به شما یادآور باشم ببینندای عزیز مثلا ببخشید همین پوک به همین محکمی به همین سختی سعی کنین این از بس که استفاده کنم این بشکسته از بس که استفاده فشار آوردم به سرزی یعنی سعی چقدر بشکسته از بس که فشار آمده این سنگ این آهن به این کلفتی به این مقاومتی بشکنه دیگه دستک من نشکنه به نظر شما خوب شد باز این کار یادتش خدا قوت یاد نزدیک پنجه من بیام اومد خب پس با این پنجه هم خاطراتی دارین درست خاطره خیلی میشه قصه کنم بله همین ما با کاروخ بودیم سنگ بار میکردم خودم شخصا داخل موتر رفیق ما از پشت سر سنگ منداخت داخل موتر از داخل موتر پس نمود سنگ وقت سنگ پس اومد از این قسمت تا این قسمت سنگ دست مر پاره کرد وقتی پاره کرد این پنجه فعلا کار نمیکنه یعنی بی حسه بله این حالت نداره حالت که جمع شه حالت جمع نمیشه این حالت میرم بوم متاسفم خیلی زیاد سنگ یعنی قرار داره متوجه شدم خودم شخصا همین موضوع کار باشم ما کمی سوژه انتخاب کردیم بر اساس سیاسی انتخاب کردیم واقعا کار دشواری واقعا حالا خب من تمثیل میکنم حقیقت نگذاریم من واقعا نمیتونم همچون کاری بکنم ولی بازم یک پوک خود میزنم خب امیدوارم دست من نشکنه نه الحمدلله نمیشکنه خیلی سنگ خوبه این خاله دوستا بیننده میگن این ما خود دست کنیم واسه سنگ قانونه هم سنگ سنگ کارونه بده بشه بله فقط شما به من یاد بدین
به ایالت بزنم یا ای خیر نمال اساس بله یا الله نمیشه میشه ان شاء الله چیش بکنیم بله بله نه خوره به جان من نه نمیخوام ان شاء الله موقعا بزنیم نه ترسیم امی کارگرا وقتی که کار میکنن این پوک میزنن یک صدای هم از خود میکشن خود چون اون وقت که پوکر بالا میکنم اون نفس و انرژی قید میکنم استفاده میکنم باز یعنی من اون کارو بکنم خدا به خدا برین نه اگه نگاه ما گفتم دیگه نه خدا شما جوانیم مثلا سنگای خیلی کلونی هم هست اینجا نه بله بله خیلی سنگای کلونی که اور دیگه من مطمئنم نمیتونم باش کنم بیننده‌های عزیز قرار موتر چالان شوه و طبقی که در تصویر میبینین بار شده آماده برای حرکت به سمت شهر و دریوری عزیز ما اکنون میخواه موتر رو روشن کنه. قبل از اینکه موتر رو روشن کنم من میخوام داخل زیرم به تصویر بکشم و ببینیم چی اگه اشترینگی داره از زمان روس دیگه اشترینگی رو ببینین یک توضیح داخلی را اگر بدیم که چه رقم اشترینگی و سخت سبوک چه رقم اشترینگ از اینا نسبت به دیگه موتور خیلی سخته از هر چی موتور اشترینگ از اینا سخت‌تره از هر چی موتور کلاچ سخت‌تره از هر چی موتور برک سخت‌تره از هر چی موتور می سلیتر از سخت‌تره از هر چی که بگیم برای شما اینا 3 آمپر از اینا که هوا نشون میده کنفرشیه باید حداقل 60 یا 80 تا پایین هوا داشته باشه که ما حرکت کنیم چون بسیاری وقت اینو باز کار نمیکنه حتی به میخونه 40 و 60 هم که اسمو حرکت میکنیم خطر بیشتر داره بازم کوشش میکنیم که حداقل هوا رو بتونیم بیشتر استفاده کنیم که موتور راحت‌تر باشه دیگه موضوعات به شما بگم دروازه را خو میبینیم سیت چوکی را میبینیم دیگه موتورهای قدیمیه دیگه بالاخره موتورهای غریب کاریه این رفیق 20 ساله شما نه فکر کنم زیاد دوست واقعا خیلی دوست دارم بله خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم بله بله بیننده‌های عزیز دریوری عزیز ما خود رفیق 20 ساله خو قرار حرکت کنه به سمت شهر درسته پناه به خدا الحمدلله بخیر خوشی حرکت میکنه طرف شهر چالان کنین دیگه بخیر پناه به خدا اینه بیننده‌های عزیز چالان شد ماشاءالله چه یک دودی داره برای ما دروازه رو شما بسته میکنم پناه به خدا بیننده‌های عزیز موتر بار شده و حرکت میکنه به سمت شهر بیننده‌های عزیز نفسم سوخته و در قسمت پایانی برنامه رسیدیم. این بود این سوژه‌ای که با همکاری عزیزم انتخاب کردم و دامن کوی پیری هرات به تصویر کشیدم از کارگرها، دریورها، موترها و سنگها. تا برنامه بعد شما را به خداوند رحیم و کریم میسپارم. بدرود.